سلام به برابچه فنی فوتوفن. حالتون چطوره؟ احوالتون چطوره؟ آقا اومدیم خدمتتون با آموزش هویه کاری. یه کار جذاب همچین خوشگل مشکل. اگه هویه شما برای اولین بار به برق زده میشه، بعد از اینکه کاملا داغ شد، نوکش رو داخل روغن لحیم فرو کنین و بعدش کمی قل به نوکش بزنین تا نوک هویه قل اندود شه. چه کلمه سختی بود. این کار باعث میشه نوک هویه سیاه نشه و لحیم کاری باهاش راحت انجام بشه. تو آموزش الکترونیک عملی این کار با کارآموزا تمرین میشه، ولی ما به شما میگیم دیگه، ما اطلاعاتمون درجه 1. اینم بگم که اسفنج مخصوص رو وقتی که میخواین هویه رو بخرین یا قطعات الکترونیکی تهیه کنین و همیشه قبل از لحیم کاری اولش اسفنج رو با آب و مایع ظرفشویی بشورین و بعدش هم فشارش بدین تا آبش خارج بشه. خب اینو هر کسی میدونه دیگه. در حین لحیم کاری این اسفنج باید همیشه مرطوب باشه تا وقتی نوک هویه رو باهاش تمیز میکنین نسوزه. حالا بریم سراغ روش لحیم کاری. در حین کار کردن با هویه باید مواظب باشیم. سیم برقش از مسیر مناسبی روی میز کار یا جایی که لحیم کاری انجام میدیم عبور کنه و همچنین همیشه خطر گرفتن بدنه داغ هویه به سیم برق اون و به اشیاء محیط کار وجود داره. ضمن اینکه هویه رو همیشه در پایش بذاریم تا ضمن اینکه حرارت اون جذب فنر میشه، همیشه جای هویه روی میز یا محیط کار مشخص باشه و صدمه‌ای در حین لحیم کاری به چیزی وارد نشه. در حین لحیم کاری همیشه نوک هویه رو تمیز نگه دارید. برای این کار هر موقع میخواین هویه رو روی پایش بذارین، نوک هویه رو یه لحظه کوتاه، خیلی کوتاه، داخل روغن لحیم فرو کنین و بعدش نوک هویه رو با اسفنج مرطوب تمیز کنین. حالا هی میگیم نوک هویه به خاطر اینکه در حین لحیم کاری لازمه که واقعا نوک هویه خوبی داشته باشیم. چه نکته ظریفی رو اشاره کردم. بعد از چند وقتی نوک هویه شما نیاز به تعویض داره. برای تعویض یه نوک نسوز هویه مثل نوک هویه قبلی از فروشگاه تهیه می‌کنین. با شل کردن پیچ‌های نگهدارندش نوک هویه رو عوض کنین. در ضمن این پیچ‌ها رو هر از چنگایی یه آچار کشی بکنین، چون اگه شل باشن نوک هویه همچین خوب داغ نمیشه، همچین دل به کار نمیده و از عمر هویه‌تون هم کاسته میشه. حالا بریم سراغ ابزار مورد نیاز برای لحیم کاری. هویه. از دو نوع هویه SMD و هویه دیپ برای مدارها و بردهای مختلف استفاده میشه و هویه DIP برای مدارها و بردهای مختلف استفاده میشه. هویه گوت یکی از بهترین هویه‌های داخل بازاره. دومیش پایه نگهدارنده است که مخصوص مداریه که می‌خوایم هویه کاری کنیم. سومیش ابزار لحیم کاری تنظیف نوک هویه است یا سیم ظرفشویی برای تمیز نگه داشتن نوک هویه. چهارمیش ناهید خشکه. یعنی چی ناهید خشک؟ اصلا به اسمش نمیاد، ولی منظور همون تینر 10,000 برای نظافت بعد از هویه کاریه که به کار میره. قلع کش برای جمع کردن قلع‌های اضافی روی مدار در حین حرارت هویه به کار میره. سیم قلع کش برای برداشتن قطعات دیپ و SMD. روغن قلع هم لازمه برای تمیز کردن نوک هویه و لحیم کاری تمیز. حالا بریم سراغ آموزش لحیم کاری. نقطه‌ای که میخواد لحیم بشه باید طوری تمیز باشه که بتونه لحیم رو جذب کنه. مثلا اگه زنگ زده یا کثیف باشه، لحیم کاری خیلی سخت انجام میشه. پایه قطعه مورد نظر هم باید تمیز باشه. برای تمیز کردنش میشه از سنباده نرم استفاده کرد. ضمن اینکه اگر نیاز به مایع تمیز کننده باشه، میتونین از تینر فوری که در رنگامیزی استفاده میشه استفاده کنید. حالا لحیم کاری رو شروع کنید. برای لحیم کردن سیم‌های افشان به هم ابتدا باید سیم کاملا تمیز باشه. بعدش کمی روغن لحیم به سیم میزنیم و با گذاشتن نوک هویه روی قسمت مورد نظر بستگی به قطر سیم صبر کنین تا سیم داغ بشه و همزمان قلع رو اضافه کنین تا کاملا قلع به مغز سیم نفوذ کنه. دقت کنید که به اندازه مورد نیاز قلع اضافه بشه. مثلا اگر این سیم قراره توی یک ترمینال پیچ بشه، به اندازه‌ای که سیم قلع اندود بشه کافیه. ولی اگه میخواین سیم رو سر یک سیم دیگه لحیم کنین، بهتره لحیم بیشتری استفاده بشه، چون برای نگهداری و محکم شدن دو سیم به هم دیگه نیازه که بیشتر باشه. برای لحیم کردن پایه قطعات مثل یه مقاومت، نوک هویه رو کمی خوابیده طوری به پایه بچسبونین که همزمان نوک هویه به برد و پایه قطعه تماس داشته باشه و در همین زمان سیم لحیم رو به این نقطه که داغ و آماده جذب لحیم شده نزدیک کنین و به محض اینکه دیدین قلع آب شد و قلع به صورت یه اشک کوچیک و صاف و براق و یک نواخت در اومد، بلافاصله ابتدا قلع رو دور کنین و بعدم هویه رو عقب بکشین. عملی که برای لحیم کردن پایه مقاومت توضیح دادم، از زمانی که نوک هویه رو با پایه قطعه نزدیک میکنین تا وقتی که لحیم کاری انجام میشه، حد اکثر حدود 3 ثانیه بیشتر طول نمیکشه، مگه اینکه هویه رو خوب نگه ندارین یا قلع مرغوبی نداشته باشین، یا شاید هم اینکه نقطه مورد لحیم کاری شرایط خوبی برای جذب لحیم نداشته باشه. نوبت لحیم کاری پایه قطعات. روش لحیمکاری شاید به نظر ساده باشه، ولی در عمل میبینید که نکاتی ریز وجود داره که اگر در نظر گرفته نشه، نتیجه کار همچین زیبا نیست.
انصافاً به بردای الکترونیکی تا حالا نگاه کردین چقدر زیبا و منظم 100 دانه یاقوت دسته به دسته کنار همن؟ البته این بردا رو با دستگاه‌های پیشرفته لحیم میکنن، ولی اگه شما کمی دقت کنید میتونید مشابه لحیم کارخونه لحیم کاری کنید. هستن کسانی که چنان تمیز لحیم کاری رو انجام میدن که تشخیص اینکه کار دسته یا کار کارخونه مشکله. پس سعی کنین تصمیم بگیرین زیبا لحیم کاری کنین تا ضمن تحسین دوستان یا مشتریان از کارتون هم لذت ببرید. انصافاً قبول دارین کار زیبا بیشتر به دل میشینه؟ حالا میخوایم روش کشیدن لحیم برای خارج کردن قطعات از روی برد رو بهتون بگیم. ابتدا قلکش رو آماده مکش کنین، یعنی اینکه فنرش رو به طرف پایین جمع کنین که ضامن داره و خودش پایین میمونه. حالا با حویه نقطه مورد نظر رو داغ کنین طوری که کاملا قلع آب بشه. سپس در همین موقع دکمه قلکش رو فشار بدین تا توسط نیروی جمع شده فنرش مثل یک پمپ عمل کنه و قلع رو از نوک خودش بکشه. برای تمیز کردن قلع داخل قلعکش میتونین هر از چنگای اون رو باز کنین و تمیز کنین. کار خیلی راحتیه. نوک قلعکش در برابر حرارت مقاومه، ولی اگر خواستین نوک‌های نسوز مخصوصی هم وجود داره که برای سهولت کار میتونین از اونها هم استفاده کنین. یه نکته طلایی پایانی هم بهتون بگیم، انواع حویه در لحیم کاری. یکی از ابزارهای مهم در لحیم کاری حویه است. اگه میخواید قطعات دیپ رو روی برد درارید و یا جا بزنید، لازمه که از حویه 60 وات استفاده کنید. در صورتی که میخواین بردهای SMD مثل برد موبایل و یا برد لپتاپ رو لحیم کاری کنین، از نوک حویه ریزتر و حویه 40 وات استفاده کنید. بهترین حویه هم برای لحیم کاری همونیه که گفتیم قبلا دیگه، حویه گوت یا گات، حالا هر دو تا تلفظ داره. این برند از برندهای خوب در بازار ایرانه. ابزاری عالی که برای لحیم کاری انواع برد استفاده میشه. حویه ها به دو دسته تفنگی و میله‌ای طبقه بندی میشن که تعمیرکاران موبایل و لپتاپ از نوع میله اون بیشتر استفاده میکنن. تو لحیم کاری سیم قلکش و سیم لحیم هم مهمه. استفاده از مواد مصرفی مثل روغن لحیم و قلب با تاریخ روز، یعنی تازه باشه، میتونه کیفیت لحیم کاری رو بهتر کنه. شما در کلاس‌های آموزش الکترونیک تمامی این موارد رو به صورت عملی زیر نظر تعمیرکار تجربه می‌کنید. دمتون گرم که همراه ما بودید. فوت فنیای عزیز، لایک، شیر، سیو، کامنت، سابسکرایب، فالو، هرچی دم دستتونه، اینا یادتون نره. مخلصیم. فعلا خداحافظ.